بالاخره بعد از 1 ماه خورده ای دارم برمیگردم خونه. امیدوارم که میمیا بی خیال من نشده باشه. دلم براش یه ذره شده. میمیا 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 بچه بیا. کجایی؟ خیلی خوب، باید بریم تو خونه منتظرش باشیم. باورم نمیشه خونه رسیدم و چه روزای سختی رو گذرونم. بدنم دوباره درداش ریخته بیرون. شرحش مفصله. من دیروز برگشتم خونه. میمیا رو هنوز ندیدم. دلچرکینم میکنه از این مدت زیادی که نبودم. الانم میخوام برم یه سری بزنم یه اطراف ببینم میتونم پیداش کنم. به 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 به. نمیدونم کجاست. سلام. مرسی. یه گربه نارنجی هستش این ورا میگرده، ندیدینش شما؟ آره، اون که سفید لکه نارنجی داره، نه اونی که نارنجیه. پیشی آفرین، برو میمیا رو بیار. این اون گربه خوشگل است که خیلی کوچولو موچولوه. اصلا کلا کوچولو موچولو میمونه، یعنی بزرگتر از این نمیشه. داشتم فکر میکردم اصلا آدم چرا باید حرف بزنه؟ چرا لازمه اینقدر از زبان استفاده کنه؟ این چند روز میخوام یه رژیمی بر خودم طراحی کردم. میخوام طبق اون پیش برم. یه تایمی میخوام بذارم برای پیاده روی و دویدن. یه تایمی هم میخوام بذارم برای اینکه یوگای مفصل تری داشته باشم. شاید تنها چیزی که مستقیما به سلامتی من ربط داره. از همون مرداد تا الان هر روز دارم یوگا میکنم. اصلا بدون یوگا من نمیتونم زندگی روزمره نمیتونم داشته باشم. فکرم اون خونه شاید میمیا اومده باشه، برم. اومدی؟ آره؟ جان چی شده این گوشه؟ چی شده؟ اون کجا بودی؟ عسلی من. خب چی کار کنیم حالا؟ کجا بریم آتیش بسوزونیم؟ عسلی. چقدر منتظر این صحنه بودم که اینجوری بیاد جلو این در وایسته. ببینم چقدر سبک شدی، چقدر لاغر شدی. داریم مگه از این قشنگتر؟
بفرمایید. جونم الان میام. بذار وسایلم جمع جور کنم میام. قبلا اینجوری نبوده. یه میویی میگه، کلا میویی نبود اصلا. رسیدیم خونه. میمیا میمیا میمیا. خونه که هیچکی هم توش نیست تازه، فقط من هستیم و میمیا. دوست عزیز معرفی کن. میمیا. آره میمیا هستن. من کجا باشم که برای بینندگان محترم جذابیت کافی داشته باشه؟ اینجا بستا. ببین میمیا، من تصمیم گرفتم که این چند روزه مخصوصا تا وقتی مامایینا میان که من و تو هم تنهاییم. ببین امروز 26 ام 27 28 26 هم حساب میکنیم. 26 27 28 29 نهایتا دوم میان. آره یک هفته وقت داریم. خیلیه ها. یک هفته میخوام استراحت کنم. میخوام هیچ کاری به جز کاری که دلم میخواد نکنم. من تصمیم گرفتم که هم یه خورده اینجا رو مرتب میکنم، قرار تمرکز کنم بیشتر فعالیت بدنی داشته باشم، برم پیاده روی‌های طولانی. رژیممو دوباره شروع کردم که رعایت کنم و کلا تهران میرم خیلی همه چی به هم میریزه. خورخور دائمت بشم من. هر روز داری خوشگل‌تر میشی یا حواسم هستا. خودم که خیلی دلم برای خونم این اتاق کوچولوی کارگاهیم تعیین شده بود. قرار شد که من این میزو که توی این ایوونه جمع جورش کنم و بذارمش بیرون، چون حالا پلاستیکی هم هست مشکلی باش پیش نمیاد. بذارمش تو اون باغچه‌ه و از کف اینجا برای کار کردن استفاده کنم. نمیدونم اون چقدر اونجا من مرکب دارم، باید یه فکری واسه این داستانام بکنم. واقعا اینا خیلی رو مخمن. من دوست دارم همیشه کارگاهم مرتب باشه. حالا یکی دوست داره کارگاهش برم ریخته باشه، ولی من دوست دارم کارگاه مرتبی داشته باشم. برم ببینم میخوام چی کار کنم. زیباست. اصلا نمیتونم بگم چقدر دوستش دارم این بند و بساط سیستممو. این از سیستم میخواستم یه سری موزیک بذارم اگر مانع نشن برای تدوینمون بعدنا، بدون کپی رایت باشن. شاید سبک من لزوما نباشه، دوست دارم ولی من موزیکای دیگه ای هم گوش میدم دیگه. من میگم وقتی مثلا من موسیقی کلاسیک گوش میدم، متالم واقعیت گوش میدم، پست راک خیلی دوست دارم گوش میدم، ولی موسیقی هایی که بدون کپی رایتن و از لایبرری یوتیوب میشه برداشتشون، این سبکا نیستن. سبکای خیلی اینسترومنتال و این مدلی هن دیگه. ممکنه به خاطر حتی 3 ثانیه‌اش که ما نمیدونیم کدوم یکی از این آهنگا ممکن شامل این وضعیت بشه، در واقع شکایت بخوری یا پروسش داشته باشی. به خاطر همین من مجبورم همین چیزی که هست رو گوش بدم، ولی من دلم میخواد پست راک گوش بدم، نه اینو. و درسته من میتونم تو گوشم اینو گوش بدم بعد یه آهنگ دیگه بزنم، ولی شما متوجه نمیشید که ماهی سلیقه موسیقیش این نیست و چیز دیگه ایه. یعنی من 3 ثانیه از اون آهنگی که دوست دارم مثلا گوش بدم هم نمیتونم بر شما پخش کنم. این ناراحت کننده نیست؟ خب معلومه که ناراحت کننده است. الکی که قر نمیزنم که، یه چیزی دارم میگم.
بعدم میگم روز اول چی. خوب شده کوتاه کردم. بالاخره من هر روز یه پیاده روی سریع داشته باشم و خب پینش نمیتونم حرف بزنم یا ویدیو بگیرم، خیلی کار سختیه. حتی به این فکر میکردم که گوشیمو نبرم، ولی برای امنیتم مجبورم گوشیمو با خودم ببرم. همین دیگه. حالا امروز روز اوله. نور متفاوت هستن با همیشه. خب از اونجایی که عقبکی رفتم یه جور ورزشه، بیا یه ذره تقلب کنیم. اون پشت دریاست. تنها زمستونی بود که اینقدر به من خوش گذشت، چون بودن در نزدیکی میمیا و تنهاییایی که تو این خونه داشتم و نزدیکیش به این طبیعت و اینکه میمدم اینجا باعث شد که حالم با زمستون خوب باشه. اون قدم سردم نشد با اینکه زمستون سردی بود. البته روزای برفش من اینجا نبودم، خوشبختانه خیلی با برف اوکی نیستم. و اینکه یک ماهش هم که تهران بودم، یک ماه تمومش رو تهران بودم، خیلی هم زمستون اینجا نبودم. سال 1403 رو دادیم رفت. من اول سال یه دوره ای رو شروع کرده بودم با بچهای دیدگاه، دوره دیدگاه. خودم اونجا شروع کردم به یک بازی جدید تو زندگیم به اسم عامل بودن، که آگاهانه چیزهایی که میدونیم که باید انجامش بدیم، اولا پشت گوش نیفته و به موقع انجام بشه. دوما اگر کار عقب افتاده وجود داره رو انجامش بدیم. سوما اگر که کاری هست که میخوایم شروع بکنیم و ادامهش بدیم. میتونم بگم بزرگترین قدم های زندگیمو من تو این سال برداشتم، با وجود همه سختی هایی که برام داشت، مخصوصا از بعد مالی که باید تصمیمای درستی میگرفتم و به خودم سختی هایی میدادم برای اینکه بتونم اتفاقای بهتری رو برای زندگیم ایجاد بکنم. امروز یک عزیز بسیار بسیار عزیز من آرزویی که برام کرد برای سال نو این بود که تصمیم های خوبی بتونم بگیرم. اینکه در سال 1403 عامل بودن رو در حد توانم، در حد فهمم تمرینش کردم، به خصوص از اول مرداد که شروع کردم، برای اینکه به خاطر دردای استوپنیا که دارم مجبور نباشم قرص بخورم، باید حتما یوگا میکردم و این یوگا برای سلامتی من بود و درس‌های بسیار زیادی به من داد همین یوگا کردن. و از همون موقع اول مرداد شروع کردم به یک کار جدیدی به اسم یوتیوب که 1 سال بود عقبش مینداختم و نمیتونستم از اینکه بیام جلوی دوربین حرف بزنم و خودم رو جایی در یک پلتفرمی بخوام ابراز بکنم، برام خیلی سخت بود. و از اول مرداد شروع کردم به در واقع از خودم فیلم گرفتن، حرف زدن و بدون اینکه بخوام حتما توی یوتیوب بذارمشون. و این تمرین به من کمک کرد آروم آروم که با دوربین دوست بشم و این عمل برای من عادی بشه. در واقع از مهر ماه داستان یوتیوب من شروع شد. هر 2 هفته به صورت منظم جمعه ها من یه قسمت جدید گذاشتم. برام این که این کار رو دارم میکنم خیلی ارزشمنده، این که چیزهای زیادی از این مسیر دارم یاد میگیرم و این مسیر داره من رو الان به فصل جدیدی میبره. من دوست دارم که این قسمت آخر فصل اول باشه و از فصل بعدی روایت هام تغییر خواهد کرد. اون چیزی که از اول دلم میخواست این که بتونم موضوعی بیام و جلوی دوربین بتونم صحبت بکنم. قسمت بعدی میخوام از این که چطور این مسیر رو اومدم و عکاس شدم حرف بزنم. این که من 2 روز خودم فهمیدم که من ذاتاً یک عکاس بودم انگار
و باید عکاس میشدم در نهایت. هرچند که هنر در یک بعد برای من کافی نیست. اصلا من در یک مدیا نمیتونم همه آنچه که از زندگی میفهمم رو تصویر بکنم. الان ویدیوهای یوتیوبم برای من یک فضایی برای ابراز چیزی بود که در زندگی زیسته بودم و دلم میخواست که اشتراک بذارم. مسیر خودمون رو هر کدومون در واقع میریم، ولی دیدن اون افق کمک میکنه که زنده باشیم، که پویا باشیم، انگیزه برای اون عامل بودن وجود داشته باشه. عامل بودن به نظر من مهمترین چیزه در زندگی، بیسی که هیچی ازش نمیدونیم و فقط میدونیم هست، همه چیز هست. یک هستی آشوبناک وجود داره که ما هم در میانش هستیم. میتونه همیشه انسان پویا باشه و تغییر بکنه و این در زندگی که انقدر ناپایداره، دقیقا همین به دلیل ناپایداریش هم است که این امکان به من داده میشه که بتونم نفس بکشم و تازه جوونه بزنم، مثل سال جدید و بهار. چرا که نه؟ از فصل بعدی با روایت جدید هستم باهاتون. سال نوتونم مبارک. امیدوارم سالی باشه که پر از دلخوشی باشه. هیچی مهمتر از این نیست که ببینیم کجاها دلمون خوشه. مرسی.